السلام علیکم شنونده‌های محترم. یک چیز را به سمع شما می‌رسانم، نصیحت برای فرزند و پدر. پروردگار هر یک از انصاف و توفیق بسیار گوشینید و حلاوت برید. قدردین 80 ساله می‌خواند. هر کسی بر دل خود مهری پدر ندارد. هر کسی بر دل خود مهری پدر ندارد. به شبهه می‌توان گفت عقل بسر ندارد. به یک دعای پدر کی میرسید به جای، حیفا بهار عمرت یک برگ تر ندارد. با کار غیر عمر آواره است سرسام، فوتیده والدینش لیکن خبر ندارد. نیکی به او بخواهم اما هزار افسوس، بر قلبی همچو سنگش پندم اثر ندارد. خواهد وگر نخواهد شاهانی پند خواند، خواهد وگر نخواهد شاهانی پند خواند.